سلام، مهمان برنامه امروزه ما اکبر ایازی مدیر منطقوی رادیو آزادی است و صحبت برنامه هم درباره پیروزی حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده. آقای ایازی، به برنامه ما خوش آمدید. میتوان گفت که شکست حزب دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا میتواند نشانه از ناقناعتمندی یا نارضایی مردم آمریکا از سیاست‌های باراک اوباما، از حکومتداری رئیس جمهور باراک اوباما باشد؟ تشکر از اینکه در برنامه شما اشتراک میکنم. درست است حرف شما که ناکامی حزب دموکرات در انتخاباتی که در دیروز در آمریکا شد نشاندهی از است که مردم آمریکا از اجراعات پرزیدنت اوباما ناراض هستند. اجراعات پرزیدنت اوباما دو بخش داره، یک بخش در داخل کشور است، یک هم بیرون، سیاست های بیرونی کشور است. در سیاست های درونی کشور اوباما نسبتاً کارش خوبتر و بهتر است، به خاطر از که شما میبینین که امریکا حالا بزرگترین تولید کننده انرژی و نفت در جهان شده و همچنان برنامه صحتی که اوباما معرفی کرد به مردم امریکا یک برنامه بسیار موفق بوده، ولی هست بعضی کارهایی که اوباما نتانسته بکنه و هم به خاطر از که کانگرس امریکا تا با دیروز تنها بخش مجلس نمایندگان به دست دموکرات ها بود، ریپابلیکن بود. حالا هر دو جلسه کانگرس امریکا که سنا و نمایندگان است به دست ریپابلیکن ها افتاده که با 8 کرسی جدید تانسته اینا اکثریت به دست بیارن و این تأثیر ناگواری را بر اجراعات حکومت و دولت امریکا خواهد گذاشت و واقعا این نمایندگی از این میکنه که مردم امریکا میخوان یک تغییری را بیارن. ولی یک چیز است که در انتخاباتی که شما گفتین، انتخابات میان دوره‌ای، این همیشه در امریکا واقع میشه که کانگرس به دست یک حزب می باشه و حکومت به دست حزب دیگه. حالا حکومت به دست دموکرات است و کانگرس به دست ریپابلیکن و این همیشه اشکال به وجود میاره به خاطر از اینکه سال 2016 انتخابات ریاست جمهوری میشه. خب، به اختیار حزب جمهوری خواه گذاشتنی کنترل سنات و مجلس نمایندگان می تواند 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری را برای باراک اوباما سخت‌تر کنند؟ این کار ریاست جمهوری حکومتداری کانگرس بسیار سخت می سازه، به خاطر از اینکه تمام قوانین، تمام اجراعات به خصوص مسائل بودجه و مالی از طرف کانگرس پیشنهاد میشه و منظور میشه. وقتی که اختلاف باشه و یک قدرت به دست یک حزب باشه و حکومت به دست حزب دیگه که دموکرات و باراک، همیشه مشکلات به وجود میاره و بعضی برنامه‌هایی که اوباما مثلا در نظر داره که در داخل کشور و بیرون از کشور عملی کنه، این کانگرس حتما مشکلات برشان خلق میکنه و این باعث ازی میشه که با یک بنبست واقع شود بین کانگرس و حکومت یا قصر سفید که در امریکا معمول است، ولی در کل، در مجموع، در پالیسی های امریکا تغییرات عمده و بزرگی نخواهد آمد، ولی مشکلات به وجود میاد چون امریکا یک قدرت جهانی است. مشکلات داره که در اجراعات و پیشبرد مسائل امریکا به وجود میاد، این تأثیر رو در مسائل دیگه هم در جهان پیدا میکنه. طور اینجا گفتیم از بس که نقش امریکا در صحنه سیاسی بین المللی هنوز هم زیاد است، تغییر در ترکیب کانگرس میتواند سمتگیری های امریکا در سیاست های جهانی رو نیز تغییر دهد یا دیگر گونه به عمل بیارد؟ سوال بسیار خوب است. به نظر ما به ارتباط منطقه ما تاجیکستان، افغانستان، ایران و اینا ساحل اگه بگوییم، اولین تاثیر بزرگ ازی بر مذاکرات امریکا با ایران خواهد بود و این برای اوباما مشکل خواهد ساخت تا بتانه با ایران در مورد مسائل ذروی و اتمی مذاکرات و نتیجه گیری خوبتر و بیشتر و زودتر بکنه، به خاطر ازی که حزب ریپابلیکن یا جمهوری خواه با پالیسی بسیار نزدیک با ایران از اوباما را
حمایت نمیکنن. اونها از این جهت راضی نیستن که اوباما امتیازات زیادی را به ایران داده و حتی اگر شما متوجه شده باشین در یکی از روزنامه‌های امریکا امروز آمده بود که امریکا میخواد تعزیرات را سر ایران کمتر و آسانتر بسازه تا ایران بتونه در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و گمان نکنم این کار رو جمهوری خواه و یا ریپابلیکن بخواه. این تاثیر عمدهش خواهد بود در بخش جنگ عراق و IS. این هم یک تأثیر خواهد داشت به خاطر از اینکه جمهوری خواه در مورد مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم زیاد شدت به کار میخواهند ببرند و اوباما با او شدت پیش نمیره. شاید اینجا هم یک اختلافات و تأثیری رو در منطقه و جهان بگذاره. مسائل عمده دیگه است که مسائل بودجه و مالی است که شاید کانگرس کمک هایی را که امریکا میخواد به کشورها بکنه در افغانستان، در عراق یا در جاهای دیگه بتونه، برای که جمهوری خواه خواستار قطع شدن پول و سرمایه گذاری در کشورهای جهان دیگه هستند. تشکر. اکبر ایازی مدیر منطقه رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر شما.